وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به شهروندان جمهوری تاجیکستان که در قلمرو اوکراین قرار دارند مراجعت کرده گفت بنابر از جانب مقامات اوکراین از 24 فوریه سال 2022 جاری شدن حالت حربی در تمام حدود کشور، وزارت کارهای خارجه از شهروندان جمهوری تاجیکستان که در قلمرو اوکراین قرار دارند خواهش می‌نماید که دستور هدایت‌های جاری گردیده ستادهای اپراتیوی را قطعاً رعایت نمایند، با تحمل باشند و تا حد امکان منزلشان را ترک نکنند. در صورت پیدا شدن مشکلات در قلمرو اوکراین، شهروندان ما می‌توانند به سفارت جمهوری تاجیکستان در اوکراین از روی خط علاقه دائمی رقم 380 933 36 1040 مراجعت کنند. یادآور می‌شویم ساعت 5 صبح 24 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از آغاز عملیات حربی در اوکراین خبر داد. برابر با سخنرانی پوتین، نیروهای ارتش روسیه از سمت دنباس و بلاروس وارد خاک اوکراین شدند و درباره مورد بمباران قرار گرفتن یک سلسله انشاءات حربی و فرودگاه‌ها از شهرهای گوناگون اوکراین خبرها به دست می‌رسند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در کشور وضع حربی جاری کرد و گفت ارتش اوکراین آماده است که به حمله روسیه مقاومت نشان دهد.